در تمام جماعت و دهات ناحیه ظفرآباد با استفاده از هوای آفتابی فصل تیرمو با جلب سهمداران و حشرچیان جمع آوری پخته با صورت امروز جریان دارد. باید گفت که دهقانان ناحیه در کشت و پرورش پخته یکی از پیشصفان به حساب رفته. سهم زرکارانش در غنی گشتن خرمنی پرباری وطن خیلی نظررس است. کشاورزان جماعتی شهرکی مهنت آباد در جمع آوری پخته و اجرای دورنما امروز پیشصفند. امسال زرکاران جماعت شهرک مهنت آباد در میدان 2051 هکتار کشتی پخته گذرانیده نیت دارند که 5700 تن استحصال دورنمای پخته را اجرا نمایند و برای این تمام زمینه ها امروز مهیا هست، چون که امسال نسبت سالهای گذشته تامینات با آب پالیزی نسبتا بهتر بود و همه این عامل ها اساس آن است که حاصل خوب رویانیده به خرمن خواجگی ها سپاریم. امروز ها در جماعت همه روزه به حساب میانه 120-125 تن دوری گرانبها جمع آوری کرده ایستادیم که این به حساب میانه به 2% نقشه روزانه برابر است. استفاده تخمی خوش‌صفت، رعایت حتمی قاعده‌های آگروتکنیکی، آب و آذوقه‌دهی سری وقتی بود که امروزها حاصل خوب در ناحیه ظفرآباد رویانده شده است. در خواجگی دهقانی کائنات 2014 جماعت شهرکی مهنت آباد برای جمع‌آوری حاصل استحصالی تکنیک استفاده می‌گردد و به اندیشه کشاورزان جمع‌آوری پخته با تکنیک ساحه خیلی سری وقتی بود مهم است. زمین ما 6 هکتار 40 سوتق، اول 3 هکتار 70 سوتق با پخته کردگی هستیم. پخته با یاردم کمباین چین سادیم. حاضرش با شب 3.5 تن سپرده باشیم، همین روز با 6 تن میسپریم. سالی روان در ناحیه ظفرآباد در میدان 11020 هکتار کشتی پخته گذرانده شده. امروز خوب هر یک فردی وطندوست و خویشتن شناس میخواهد در پهلوی مرد دهقان باشد. برابری سهمداران خواجگی ها، چینکیان و حشرچیان برای سری وقت جمع نمودن پخته شکفته در زمین ها تکنیک پخته چین بیشتر به چشم میرسد. امروز در ناحیه ظفرآباد 10 تکنیک معاصر پخته چین کار کرده شده است که در یک روز تا 40 تن پخته را جمع آوری کرده شدند. بغیر از این 137 تکنیکا یعنی یدک ها برای جمع آوری و کشاندن حاصل 2025 استفاده کرده شده است. باید قید نمود که پخته‌کاری در تاجیکستان یکی از ساحه‌های اساسی استراتژی جمهوری دانسته می شود، زیرا توسط کارکرد پخته زیاده از 300 نمود محصولات استحصال می گردد. این زراعت را بیشتر برای نخش پرورش می نمایند. در برابر نخ از چیگیت، غوزه‌پایه، روغن، خوراک چاروا و دیگر نمودی محصولات استحصال کرده می شود. نخ پخته اشیای اساسی آن می باشد. پخته‌ای که در تاجیکستان پرورش کرده می شود از 34 تا 35% برآمد نخ دارد. با این مهمیت ها می باید پخته شکفته امروز سری وقت جمع آوری گردد. پخته در صحرا شکفته انتظار چیدن است. بله، امروز محصولاتی که دهقان استحصال نموده است می باید استفاده از این رسای آفتابی سری وقت جمع آوری نمود. برای این استفاده تکنیک‌های زمانوی امکانیت می‌دهد که پخته در مهلت کوتاه و با تلفات کمترین جمع آوری کرده شود.